سلام دوستان، با کانال نیکاتو خوش آمدید. انسان موجودی خطاکار است، یعنی خطا کردن یک بخش زندگی انسان است. اما بیشتری وقت ما خطا کردن خودمون رو نمیفهمیم. در دنیای ما آدمانی هستند که بعد خطا کردن زود آن رو فهمیده پشیمان میشوند. ما چنین آدمان رو امروز به شما نشان میدیم. ماه اوگوست سال 2016 یک بلاگر آمریکایی با نام دیوید باند برای سیاحت به ویتنام رفته بود. دیوید گفت در بازار با دختری که 2 سال پیش شناس شده بود دوباره واخورده. دختر هم دیوید را شناخت و آنها با همدیگر صحبت کردند. اما می‌بیند که یک جوانی همکار دختر که او را دوست می‌داشته است با حسد و رشک در پس دختر ایستاده است و با پشت دختر زده با اوش هشدار می‌دهد که با دیوید صحبت نکند. اما دختر به این هشدارهای پسر اهمیت نمیداد و صحبت گرم و جوشان را ادامه میداد. بعد جوان عصبی شده از دیوید می‌خواهد که از آنجا رود، اما دختر دست دیوید را گرفته او را به درون می‌درآورد تا تواند با او آرامانه صحبت کند. سرانجام جوان عصبانی شده می‌آید و از گوش دختر کشیده درون می‌برد و 2 شپلاق آبدار برایش میزند و داستان در همینجا تمام نمیشود. این رفتار جوان دختر را عصبی میکند و او با بیرون برآمده رقم تلفنش را به دیوید میدهد. این جوانی که برای مدت زیاد برای به دست آوردن دختر همه این کارها را کرد، شاید هرگز دل او را دیگر یافته نتواند. شاید از این کار خطایش پشیمان شود. حالا شما چی فکر دارید؟ اینجا گناهکار کی بود؟ دیوید یا آن جوان؟ و یا شاید که دختر گناهکار بود؟ در کامنتاری فکرتون را نویسید. تا وقتی که راندن ماشین را یاد نگرفتید با ماشین برای خرید به بیرون نروید. چرا چنین میگویم؟ با دیدن این صحنه سبب این سخن را میفهمید. ماه ایولی سال 2020 این ویدیو پخش شد. دیده می شود که این مرد ماشین گرانبهای نو را از مغازه میخرد و وقتی از مغازه ماشین را میبرد ماشین را به دیواری پیش برده میچسباند. شکر که ماشین را به دیوار زد، وگرنه اگر در خیابان این کار را میکرد شما نتیجه اش را میدانید که چی میشد. بیچاره ماشین که در لحظه اول جزای خوب گرفت. اگر فکر کرده اید که با ماشین بازی های آنلاین در دوره کرانتین راندن ماشین را یاد میگیرید، پس چنین خطا میکنید. ماه مارس سال 2021 ویدیوی جوانی پاکستانی با نام لدو خان در اینترنت پخش شد. در ویدیو دیده می شود که لدو با همراه دوستانش به سفر رفته ایستاده است و در ماشین را گشوده با حرکت‌های مشقی خودنمایی می‌کند. پس از لحظه دوباره به ماشین نشسته در را می‌پوشد. اگرچه او با این کار خطایش در خیابان زیاد خودنمایی کرد و توجه همه را به خود جلب کرد، به مقصدش رسید، اما پس از این حرکتش میلیسیا جزای لازمه را به او داد. پس از اندکی از این کارش میلیسیا او را دستگیر کرده. افسر جهیدالله گفت که این جوان را برای نادیده گرفتن قانون و به خطر انداختن جان دیگران دستگیر کرده است. بالای سوختن نمک‌آب ماشینش را نیز از او گرفتند. زرین خان، اکتریسه معروف گالیوودی، ماه اپریل سال 2021 از فرودگاه بمبئی به جای سفر میکرد و معلوم است که در این حالتها همه از اکتریسه رسم میگیرند. بعد از آن که با طرفدارانش خیر و خوش میکند، میگوید که من باید روم و از هر راهی که خواهم میگذرم و بعد این از زیر لنته هایی که برای محکم کردن راه کشیدن میگذرد و میخواهد به درون درآید. اما بعد گذشتن از زیر 2 لنته مأمور امنیتی او را منع کرده و او میگوید که با راهی اساسی گذرد. بعد زرین خان با یک اشوه‌ای به فیلم ها مانند میگوید اره یار و این لحظه شرم‌آور هم در کامera ثبت می شود. ماه سپتامبر سال 2020 یک دختر آمریکایی در انسی فرانسه در حالت لذت بردن از این پروازی بلند بود، اما در بلندی 1500 متری دستانش خارید و خواست که با آیفون نوی خودش را ویدیو کند. تلفنش را با سلفی استیک پیوست کرد و ویدیو را ثبت کرد، اما در وقت گرفتن استیک به دست دیگرش از سبب شمال سخت تلفن از دستش افتیده راست به دریا می رود. چه لازم بود که یک ویدیوی دیگر با تلفن ثبت کند در حالی که در پشت سرش ویدیو نصب کرده بودند؟ خطای به این مانند را در این مرد هم دیدیم. در لحظه گذاشتن تلفن به سلفی استیک آن از دستش پریده به پایان می رود. ماه سپتامبر سال 2012 سراینده مشهور آمریکایی دمی لواتو در برنامه ایکس فاکتور در جایگاه داوران نشسته بود. بعد برآمد شان آریانتا
دمی او را رد کرد، اما شان این داوری دمی را قبول نکرد. او گفت که 1.5 سال شد که برای اجرای این برنامه تیاری میبینم و این آهنگ را هم خودم تیار کردم. اینچنین یک خواننده و رقاصی خوب هم هستم. اما دمی سبب رد کردنش را چنین فهماند که هزاران نفر به اینجا میآیند و همه آنها تلاش زیاد کردند، اما نه همه آن موفق میشوند. بعد شنیدن این سخن شان گفت به همین خاطر شما در وقت سرودن از فنگرام استفاده میبرید. بعد شنیدن این سخن دیدن چهره دمی جالب بود. Really hard for their dreams, but it's not meant for everybody. That's why you use auto-tune and I don't. Actually, ماه فوریه سال 2016 این واقعه در روسیه به وقوع آمد. با سبب پروبکای زیاد و سرعت کمی ماشین ها در شاهراه، یک راننده ماشین با عقل تیز و مهارت بلند رانندگیش ماشین را از راه برآورده فکر میکند که با این کار پیشتر از دیگران به مقصد میرسد. اما اگر این کار آسان می بود چرا دیگران وقتشان را در پروبکا صرف میکردند؟ پس از اندکی ماشین به همراه راننده زیر یک چقوری میافتاد. هرچند که چقوری عمیق نبود، اما حتما راننده از کارش پشیمان شده است. حالا با این مردی تایلندی شناس شوید. او از جمله کسانی است که اگر چیزی را با نرخ ارزان ببیند زود آن را میخرد. در یک سایت خرید و فروش آنلاین یک آیفونی فروشی را دید که خیلی ارزان بود و آن را زکس کرد. وقتی زکس را به خانه‌اش آوردند کروبکای آن خیلی کلان بود. وقتی کروبکا را میکشاید میفهمد که سراسیمه شده است و آن آیفونی ارزان در اصل یک میز مطالعه‌ای به آیفون مانند بوده است. با این گروهی زنها نگاه کنید که از قدرت موج دریا بیخبر کوشش کردند که در بالای آن بپرند، اما موج آب از تصور آنها بلندتر برآمده. ویدیوی آنها این گونه می شود. این خانم در شیشه ماشین خودش را تماشا کرده بینیش را تازه می کند و نمیفهمد که آدمی درون ماشین همه حرکت هایش را ثبت کرده ایستاده است. وقتی شیشه را می فرارد بیچاره دختر از شرم می گریزد. تشکر که تا آخر ویدیو با ما بودید. برای بخبر نماندن از ویدیوهای نوبتی ما به کانال ابونه شوید. لایک ماندن را فراموش نکنید.